таътили баҳорӣ яке аз давраҳои дӯстдоштаи донишҷӯён ва хонандагон ба ҳисоб меравад. Ин фасли зебо, ки бо эҳё шудани табиат ва ҳавои мусоид хос аст, барои истироҳат, саёҳат ва фароғат имкониятҳои зиёд медиҳад. бо вуҷуди ин, яке аз беҳтарин роҳҳои гузаронидани таътили баҳорӣ китобхонист. китоб метавонад инсонро ба ҷаҳони дигар ворид кунад, дониши ӯро васеъ намояд ва тафаккури таҳлилии ӯро рушд диҳад. салом тамошобинони гиромӣ, барномаи навбатии маориф ва замон дар мавзӯи таътили баҳорӣ фурсати тиллоӣ барои китобхонӣ таҳия гардидааст. ба ақидаи шумо чаро мо ин мавзӯъро интихоб кардем? барномаи моро пайгирӣ намоед то ба ин суол посух гирифта бошед. طبق اطلاع وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان از 21 تا 30 مارس تمام خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی مملکت به تعطیل بهاری می‌برآیند و چهارک سوم تحصیل جنببست می‌شود. در عموم دوام 10 روز خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی کشور استراحت خواهند کرد. در این دوره مهم است که والدان جهت بیهوده سپری نکردن وقت نورسان را به مشغولیت‌های معرفتی فراغتی جلب نمایند. اگر حتی یک روز خود را کودک به مقصد صرف نماید، این به ذهن او تأثیری منفی خواهد رساند. از این رو کتابخوانی بهترین شغل است در این دوره که میتواند برای کودکان و نورسان همچون استراحت روحی و ذهنی گردد. من میخوام در ترتیل بهاری با کتابخانه ملی آمده اساساً در شعبه کودکان و نورسان کتاب خونم. با همسالان خود توصیه میدیم که با کتابخانه ملی آمده اساساً در شعبه کودکان و نورسان کتاب را گرفته وقتی خودشون بیهوده نگذرونند و در همینجا کتاب خونند. من اساساً با معلمم کتاب چینگیز احمدов نخستین استاد، первый учитель، باز жертвенная корова از پریم چند و خیلی کتاب‌های شوق‌آور دیگر رو میخونم. باید گفت که هضم نه همه گونه کتاب برای نورسان آسان بوده میتواند، به خصوص خواندن کتاب‌هایی که به سن و سال مطابقت نمی‌کند برای خوانندگان صنف‌های ابتدایی دشواری پیش می‌آورد. زیرا ذهن کودکان این سن و سال هنوز برای هضم اطلاع کلان حجم و مفهوم‌ها آماده نیست. بنابراین والدان را ضرور است که وابسته به درک و فهمش فرزندان خود کتاب‌ها را انتخاب نمایند. من کوشش می‌نمایم که در تعطیل بهاری بسیارتر کتاب‌های بدیهی خوانده و در آزمون فروغ صبح دانایی سزاوار جای اول گردم. همچنین در تعطیل بهاری به باغ‌های فراغت و فرهنگی رفته و در آنجا سیر و گشت می‌نمایم. همچنین در تعطیل بهاری به کتابخانه، آثارخانه و باغ فرهنگی و فراغتی با اهل عائله می‌رویم. وطن سرشت من بقار و سرنوشت من زمین زردشت من بیشت من. مثلا ذهن کودکان شعرهای ساده و روان از ادبیات بچگانه را تیزتر قبول می‌کنند. آغاز کردگان صنف‌های ابتدایی اینچنین خواندن افسانه‌ها و حکایه‌های خرد کودکانه مفید خواهد بود. زیرا افسانه و حکایه‌های خرد بچگانه با زبانی برای کودکان ساده و فهما نوشته شده است و کودکان را تیزتر درک و تحلیل کرده می‌تواند. من افسانه‌های خلق چین جناب دونگو و گوگ میدونم. روز جناب دونگو کتاب می‌خرید. از پسش گرگ برآمد که شکارچیان از شکارچیان می‌گریخت. بعد از آن گرگ گفت جناب دونگو مرا پنهان کنید. جناب دونگو گفت من بغیر از کتاب ها هیچ چیز ندارم. گرگ گفت کتاب ها را از خلطه‌تون برآورده مرا در خلطه‌تون پنهان کنید. جناب دونگو همین کارو کرد. شکارچی آمدند گفتند گرگ رو ندیدید؟ جناب دونگو گفت نه ندیدم. دروغ گفت جناب دونگو. بعد وقتی که شکارچی رفتند جناب دونگو گفت گرگ برا شکارچی رفتند. گرگ برآمد با راست خیست شخ شده خیست ایستاد. گرگ گفت جناب دونگو خیلی دویدم خسته شدم اکنون خیلی گرسنه‌ام. مرا یگان چیز دارد که شکمم رو سیر کنید. جناب دونگو گفت بغیر از این کتاب ها هیچ چیز ندارم. گرگ گفت میدونم
аммо ман гуфтанӣ ки шуморо хӯрданиам. شعر عبید رجب شیر مادر. شیر مادر پاک باشد، قلب مادر صاف باشد، مفتوح اختر ولی او دامن افلاک باشد. دیده آینه دارد، شوقت در سینه دارد، خنده ای طفلان ببینم، خنده ای دیرینه دارد. عادتش بس کمیده، هم ردیفش کس ندیده. بهار آمد صدای بلبل آمد، نسیم فارم و بوی گل آمد. لباسی سبز را صحرا ببر کرد، کلاهی سفید آلو به سر کرد. پس از باریدن باران نیسان، چه زیبا است دشت و کوهساران. بهار آمد چمن گل پوش آمد، دل ما بچه ها در جوش آمد. شعبه ادبیات بچگانه کتابخانه ملی تاجیکستان مخزن بزرگ کتاب‌های بچگانه میباشد. مخصوصاً در دوره تعطیل بهاری بسیاری از کودکان در این تالار میتوانند ادبیات لازمه خود را پیدا نمایند. در دهات و منطقه‌های دوردست باشد، کودکان را میتوان به کتابخانه‌های محلی فرستاد. اگر کتابخانه در مکان دور واقع باشد، والدان می توانند به ثبت نام از آنجا چند کتابی را برای فرزندانشان انتخاب کنند و در مهلت معین همراه فرزندانشان مطالعه سازند. من امسال سالی دوم است که در آزمون جمهوری فروغ سپیدانایی کتاب است. از روی نومینت ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی اشتراک میکنم. من از ناحیه فیض‌آباد که در 10 روزی تعطیل بهارانه به کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان آمده کتاب‌های بچگانه را مطالعه می‌نمایم. در تعطیل بهارانه می‌خواهم که کتاب‌های ادبیات کلاسیک را خوانده در آزمون فروغ سپیدانایی یکم جا را گیرم و از صدرالدین عینی، سعدی شیرازی حکایه‌ها و شعرها می‌خواهم یاد کنم. من قیومов Умар خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 ناحیه سینا تحصیل میکنم و با کتابخانه ملی برای خواندن کتاب‌های گوناگون و اثرهای بدیعی استادان قدیم را آماده میخوانم. من در این 10 روزی تعطیل بهارانه با همین کتابخانه به همین شعبه آمده در اینجا کتاب‌های گوناگون از ادبیات بچگانه، ادبیات معاصر و ادبیات روسی و کلاسیک خیلی کتاب‌های گوناگون میخوانم و با من این کتاب‌ها خیلی معقول هستند و من میخوام که بعد همسالانم توصیف دیم که وقتی خودشان را در همین تعطیل بهوده با بازی‌های گوناگون و با کارهای دخالانه نگذارانند و با همین کتابخانه آمده با همین شعبه در آمده در اینجا کتاب‌های زیاد و شوق‌آور زیادند و بخوانند. با کودکان جهت انتخاب نمودن کتاب‌ها باید پیش از همه والدان و کتابداران راهنما باشند. نخست باید با کودک مشورت کرد و دانست که او در کدام سمت شوق و هوس دارد و وابسته به خواهش کودک در یافتن کتاب‌های ضروری باید به او کمک نمود. همین طریق تنها با انتخاب درست مواد مطالعه شونده میتوان به رشد شخصی خوانندگان صنف‌های ابتدایی مساعدت کرد. خوانندگان صنف‌های 5 تا 11 نسبت به صنف‌های ابتدایی قابلیت فکرانی و ملکه‌های تحلیلی نسبتاً رشد یافته دارند. از این رو برای آنها وابسته به سن و سال خواندن حکایه، پاوست و رمان‌های حجماً کلان، پرمضمون و مرکب‌تر توصیه داده می شود. واقعاً چنین ژانرها می توانند برای نورسان مهارت فکر کردن، تحلیل و به اصطلاح قدرت معرفتی آنها را رشد دهند و با این راه آنها می توانند درک کنند که هر گونه معنی و ایده ها در ادبیات نه تنها با تصویرهای ساده و کوتاه بلکه با طرز مرکب و مفصل نیز ifade کرده می شوند.
من سال سوم است که در این آزمون اشتراک می‌نمایم و کوشش می‌نمایم که در این سال باشد توانم با دور جمهوری باشد رخصت گیرم و از تعطیل نوروزی باشد برای ما باشد یک مشغولیت فراهم آورد که ما می‌توانیم که در تعطیل نوروزی باشد بیشتری وقت خود را به کتابخوانی صرف کنیم. از جمله من می‌توانم که هر روز به مطالعه کتاب سرگرم شده و توانم که شعرها و شاعرانی که به آن نظم و نثر داخل میشوند مطالعه نمایم. من در این دوره تعطیل بهاری میخواهم هنگامی که کتابخانه ملی در استراحت است من به خانه بابا و بابیم میروم و هنگامی که کتابخانه گشوده است من به کتابخانه آمده کتاب‌های بسیار شاعران نویسندگان را خوانده مطالعه مینمایم و به آزمون فروغ سپیدانایی تیاری میبینم. خوانندگان در صنف‌های 5 تا 11 که قابلیت تحلیل و مقایسه کردن تصویرها و موضوعها را دارند می‌توانند به رمان‌ها و پاویست‌هایی که دارای خالصیت دراموی، معلومات اجتماعی و معنوی میباشند بیشتر توجه کنند. کتاب‌هایی که در آنها مسائل‌های اجتماعی، اخلاقی و تحلیل‌های عمیق جاری شدند به خوانندگان صنف‌های بالایی در کمک به فهمیش روندهای جامعه و انسانشناسی کمک می‌رسانند. این چنین می‌خواهم که از ادبیات شاعران دیگر نیز از خود نموده دانشم را باشد صیقل نمایم. چنانچه شاعر صدرالدین عینی می‌فرماید سحرگاهان که بلبل در نوا شد گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلان باغ مکتب سحرگاهان چرا خوابید هر شب. شما هم در نوا آیید باید که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستانی دبستان تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینید چرا در کنج بیکاری نشینید. بیایید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد و چشم اهل عالم خار گردد. شاعر باشد درست قید می نماید که ما نسل نورس باشد و خواندن و مطالعه کتاب وقت خود را بیشتر صرف نماییم. استاد بزرگوار آذر سلیم می فرمایند بخوان امری است یزدانی، بخوان حرفی است قرآنی، بخوان خانش کند روشن چراغ فضل انسانی. بخوان تا آسمان بارد به فرقد نم نمی رحمت، بخوان تا باغ دل یابد تراوت‌های عرفانی. بخوان تا همنشین گردی به عطار و به مولانا، بخوان تا آشنا گردی به فردوسی و حقانی. بخوان تا دانی این حکمت که آب زندگی علم است، سکندر لیک در ظلمت و را جسته از نادانی. پس بیاید دعوت به عمل میارم تمام ساکنان کشور به کتابخوانی رو بیاورند. مخصوصاً ادبیاتی که موضوعهای اجتماعی معاصر، ریشه‌های مشکلات روزگار ما و وضعیت طبیعت انسان را در بر می‌گیرد، برای خوانندگان صنف‌های بالایی بسیار مؤثر و مفیدند. این کتاب‌ها می‌توانند محتوای عمیق و مرکب داشته باشند که طلب می‌کند که خواننده موضوع را با دقت و فکر خود تحلیل کند. من بغیر مشغول شدم به کتابخوانی به کسب‌هایی که می‌خواهم در آینده با آنها مشغول شوم کتاب‌های آنها را کمتر مطالعه می‌نمایم تا که از کودکی کمتر در ذهنم شینم. من در تعطیل با دادر و خواهر خود مشغول می‌شوم، با آنها درس تیار می‌کنم، با آنها بازی می‌نمایم و خیلی وقت‌هایم را می‌خواهم با آنها گذرانم. من مدت 3 سال است که در آزمون جمهوری فروغ سپیدانایی کتاب است اشتراک میکنم. این آزمون محض یک پدیده فرهنگی است که از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مدت چندین سال است برگزار کرده می شود و در این آزمون نفران کتابخوان و شعر دوست و فرهنگ دوست را در گرد میز مدور مذاکره و مصاحبه جمع می آورد. من اثرهای ادیبان را مطالعه می نمایم و از آن اثرها باشد شاعران نامهای اثرها و در چگونه رول‌ها بازیدن آنها را می نویسم و نامهای دهه‌ها که برای من در آزمون باشد بسیار لازم باشند و لغت‌هایشان را باشد از خود می نمایم. خواندن کتاب در این سن و سال که موضوع و شخصیت‌های مرکب و افکار عمیق دارند برای رشد ذهنی و معنوی خوانندگان مهم می باشد.
کتاب‌ها با مضمون‌های عمیق و مربوط به حیات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی می‌توانند به خوانندگان کمک کنند که نسبت به جهان اطراف خود خلاصه موافق‌تر داشته باشند. مخصوصاً اثرهایی که مسئله‌های اخلاقی و حیات انسانی را تحلیل می‌کنند، می‌توانند نورسان را به فکرکنی منتظم و به درستی قرارهای شخصی وادار کنند. مثلا من کتاب‌هایی که از شاعران مطالعه نمودم به من یک الهام نو بخشید. من توانستم خودم را شناسم، گذشته تاجیکان را و کی بودن خودم را دانم. از این خصوص باشد صدرالدین عینی اثرهای بیشماری او و شاعرانی به مثل او معاصر برای ما نسل نورس باشد اثرهای به نهایت مهم را باشد و پیشکش نمودند. مثلا اثرهای یتیم از صدرالدین عینی، آدینه، صدرالدین عینی، عزیز دروغ و پولاد تالیس باشد تابستان که به ما باشد بسیار شوق‌آور نمود. به من شخصا باشد یک روحیه نوی بخشید، چون که شخص یتیم هرچند که یتیم بود میخواست که کوشش نماید و علم زمانش را از خود نماید، هرچند که به او اجازت ندادند و مانعه ها در پیش داشت، اما با این همه او کوشش کرد و توانست که از علم یاد گرفته باشد برای ما میراث گذارد. ما نسل نورس باید کوشش نماییم که در آینده هم باشد و آیندگان خود باشد اثرهای خود را باشد باقی گذاریم. من نیت دارم که در کتابخانه ملی تعطیل خود را، روزهای تعطیل خود را در کتابخانه ملی به کتابخوانی مشغول شوم و کتاب‌هایی که مطالعه نکردم مطالعه نمایم و با آزمون تیاری جدی بینم، چون امسال نیت من جدی است و هدف من در دور جمهوری غالب شدن است. من سال اول است که در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک می‌نمایم. من سالها خواستم که در این آزمون اشتراک نمایم و حالا به آرزوهایم رسیدم. من میخواهم که در این آزمون سزاوار جای اول گردم و بعد دور جمهوری را پیدا نمایم. من در نمینه معاصر اشتراک می‌نمایم در این آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی. خواندن کتاب‌ها که آدمان و احساسات آنها را در کنتکست جامعه و تحولات تاریخی تصویر می‌کنند، به نورسان یا کودکان یاری می‌دهد که شخصیت‌های مختلف را بهتر شناسند و اعتبار تاریخی و اجتماعی هر یک درستی را بسنجند. به این واسطه آنها می‌توانند دانش عمیق‌تر و جهانبینی وسیع‌تر کسب کنند. همین طریق کتابخوانی در سن و سال‌های میانه تحصیل امکان بهتر کردن ذهن و معنویات خوانندگان را فراهم می‌آورد که برای رشد شخصیت و مناسبت با دیگران مهم است. برای دانشجویان خواندن کتاب‌ها در زمینه‌های گوناگون تحصیل نه تنها برای افزودن دانش علمی بلکه برای رشد ذهنی و معنوی آنها نیز خیلی مهم است. دانشجویان در این مرحله که در عرصه از خودنمایی، کسب و متخصص شدن قرار دارند، می توانند با خواندن اثرهای علمی و تحقیقاتی مشغول شوند و دایر به کسبیت خود جهانبینی عمیق و ملکه‌های تحلیلی حاصل نمایند. به نام خداوند جان و خرد که از این برترنده شبر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. من طول 3 سال است که در آزمون فروغ صبح دانایی از روی نمینه 4 ادبیات بچگان اشتراک ورزیدم و من این سال نیت دارم که از روی ادبیات معاصر تاجیک اشتراک ورزم و من در تعطیل بهاری که ما را به مهلت 7 روز از دانشگاه جواب میدهند، من نیت دارم که به کتابخانه ملی آمده به خواندن کتاب‌های شاعران معاصر و کلاسیک وقتی خود را گذرانم. خواندن کتاب‌هایی که موضوعهای علمی، فلسفی و اجتماعی مرکب را بررسی می‌کنند، برای دانشجویان کمک می‌کند که موضوعها را نه تنها از نگاه نظریه بلکه در عمل نیز ارزیابی کنند. اثرهای کلاسیکی و معاصر که درباره روندهای تاریخی، اقتصادی و فرهنگی سخن می‌رانند، به دانشجویان امکانیت می‌دهند که راه‌های حل مشکلات اجتماعی و گلوبالی را تحلیل کنند. وقتی که من به خواندن کتاب‌ها
шуруъ мекунам ва ман як илҳоми тоза мебахшад, чунки гузаштагони худро мешиносам ва метавонам миллати худро бисёртар шиносам. ман аз адабиёти муосир ки тӯли чанд рӯз аст мутолиа карда истодам, аз шоирони муосир ба монанди лоиқ Шералӣ, Рустам Ваҳобзода ва дигарон китобҳое мутолиа кардам ки ба ман илҳоми тозае бахшид ва ман мехоҳам ки имсол аз адабиёти муосир дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир иштирок варзида дониши худро сари қалб диҳам. ҳамзамон хондани китобҳо дар мавзӯъҳои марбут ба касб ва ихтисос, масалан адабиётҳои илмии махсус, мақолаҳо ва таҳқиқотҳо донишҷӯёнро бо усулҳои муосири таҳқиқот, усулҳои навиштан ва коркарди маълумот ошно мекунанд. ин ба онҳо кӯмак мекунад ки малакаҳои мустақилона фикр кардани худро рушд диҳанд ва қобилияти таҳлилии амиқро дар ҷодаи касбӣ таҳким бахшанд. аз ин рӯ китобхонӣ барои донишҷӯён на танҳо воситаи беҳтар кардани дониши касбӣ, балки ҷузъи муҳим барои ташаккули шахсият ва пешрафт дар ҷодаи илму техника мебошад. ман мехоҳам ки ихтисоси худро, яъне танқиди адабиро то ахир давом дода ба корҳои илмӣ ва китобнависӣ машғул шавам. гул овардам ба меҳмонӣ, ки гул орад фаровонӣ, марезон баргҳояшро ту қадри гул агар донӣ. гул овардам ман аз саҳро, гули наврустаи зебо, бубин рӯи варо букун, намонӣ дар пушаймонӣ. интихоби китобҳо дар таътили баҳорӣ аз завқи шахсӣ вобаста аст. вале барои он ки мутолиа фоидаовар ва шавқовар бошад, тавсия дода мешавад ки китобҳо аз соҳаҳои гуногун интихоб карда шаванд. масалан китобҳои бадеӣ, романҳо, қиссаҳо ва ҳикояҳо ки қаҳрамонони онҳо рӯйдодҳои ҷолибро аз сар мегузаронанд, метавонанд интихоби хуб бошанд. мутолиаи китобҳои илмӣ дар бораи коинот, физика, биология ё таърих метавонад дониши инсонро ғанӣ гардонад. китобҳои соҳаи равоншиносӣ бошад, ба шахс кӯмак мекунад ки худ ва дигаронро беҳтар дарк кунад. тавре маълум аст, ҳамаи китоб барои беҳтар шудани ҳолати рӯҳии инсон навишта мешавад. таътили баҳорӣ як имконияти беназир аст барои китобхонӣ. ин на танҳо роҳест барои гирифтани донишҳои нав, балки як роҳи истироҳати маънавӣ низ мебошад. бо интихоби китобҳои мувофиқ ва риояи тартиби мутолиа, шахс метавонад ин фурсатро самаранок истифода барад ва бо нерӯи тоза ба таҳсил ё кор баргардад. мутолиа ҷаҳони инсонро васеъ мекунад ва имкониятҳои наверо мекушояд. пас биёед аз таътили баҳорӣ истифода намуда худро бо олами аҷиби китобҳо ғанӣ гардонем. бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумо буд барномаи Маориф ва Замон аз телевизиони Илм ва Табиат. ба шумо истироҳати хубу бароҳатро таманно дорем.